درود میگوییم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و ما امروز قرار داریم در طربخانه ماروش که یکی از طربخانه‌های بسیار و بسیار چی میگویند مشهور است و نوکک در خود را باز کرده است برای دوستداران خوراک‌های بسیار لذیذی خب عربی گوییم خطا نمیکنیم خب هستند خوراک‌های لبنانی در اینجا و امروز چه خیلی میگویند مهمانی برنامه خونی تاجیکستان هستند موین هانی. سلام علیکم. سلام علیکم. تشکر برای با ما پیوستن. شما نیز خوش آمدید. تشکر. برای بیننده‌های ما چی گفتنی دارید؟ سلام علیکم. من موین هانی میباشم، از لبنان هستم. زیاد از 20 سال در دبی فعالیت کردم. خب ما در این باره دیرتر صحبت خواهیم کرد. امروز برای بیننده‌های ما شما چی آماده خواهید کرد؟ امروز من عزم دارم که دو نوع خورش را آماده نمایم. خورش رحیب، این خورش لبنانی بسیار مشهور و معمول می باشد و آن خورش سرد است. خیلی خوب. برای این خورش یعنی خورش یکم شما کدام محصولات را استفاده می‌برید؟ برای این خورش برای ما لازم است پیاز، قرنفل بلغاری سرخ و سبز، گشنیج، پودینه، پامیدور و باقلاجان. محصولات اساسی این خورش همین طور؟ بله همین طور البته. خب دوستان عزیز، بعد از چند لحظه شروع خواهد کرد موین هانی و قید باید کرد که سرآشپزی طربخانه ماروش هستند و تجربه زیاده 35 ساله در همین ساحه پخت و پز گویم خطا نمیکنیم دارند در کشورهای گوناگون عربی و خب در تاجیکستان هستند و خوراک‌های بسیار لذیذ آماده میکنند برای میزاجان، برای اون نفرانی که خب بسیار خوراک‌های لذیذ رو دوست می‌دارند. گفتیم که ما قرار داریم در طرفخانه ماروش. بعد از چند لحظه شروع میکنیم برنامه را. ما رو همراه باشید. دوستان عزیز، اکنون خب موین آغاز میکند و شما خواهید دید که چگونه خب خورش میگوید. بار دیگر میگویم که دو نوع خورش رو امروز آماده میکند. خورش خنک میگویند به استیلو و خورش گرم و شروع میکند از خورش خنک. شما اکنون از خورش سرد آغاز میکنید. همین خیل؟ بله اکنون من شروع میکنم. شروع میکنم و من سوال میدیم به این نفر. این باقلاجان است. Yes. این رو ما تر و تازه از بازار دسترس میکنیم. من اون رو تازه شسته بعدم بعد تفتون گذاشتم. تقریبا 40 دقیقه می ایستد. بعد وای من اون رو گرفته پوستش رو جدا کردم. Maybe 10 or 15 minutes. و بعدا آمیخته کردیدن. You will mix it. بعدی پوستش رو گرفتن در آب خنک گذاشتم. بعدا از آب گرفته در جای گذاشتم تا آبش پره رود و بعدا چنین شکل رو گرفت. Very good. خیلی خوب، خیلی عالی و من فکر دارم که این خورش خیلی بلذت خواهد بود و من آخری برنامه رو انتظارم تا از این خورش چشم. بله البته. شما نام این رو گفتید. چی نام دارد این خورش؟ خورش رحیب. رحیب. خواهش میکنم درباره معنای آن برای بیننده های ما معلومات دهید. خورش رحیب نوعهای گوناگون دارد و از جهت مزه و لذت نیز گوناگونند، ولی خورش رحیب اساسی این لبنانی و سوریگی می باشد که آن را عین حال من آماده کرده ایستادم. خیلی خوب. شما در سوریه تولد شدید و من کار کردن میگیرم و صحبت را ادامه خواهم داد. بله البته چنین میکنیم. خوب شده است. خب شما در سوریه تولد شده اید. بله من در سوریه تولد شدم و در لبنان زندگی کردم. کی شما فعالیت آشپزیتان را شروع نمودید؟ تقریبا 25 سال پیش من شروع کردم فعالیت خود را در آشخانه. خب البته کارم را از آشخانه خانه من آغاز نمودم. اون وقت چند سال داشتید؟ خیلی جوان بودم. شاید 7-10 ساله بودید؟ نه، وقتی که 12-15 سال داشتم. اول از آماده کردن شوربه آغاز نمودم. 12-15 خیلی عالی و مادرم آن وقت مرا میدید و میگفت که این کار رو دوام ده. And my mother that time it's just only
see me and she keep me. و وقتی که من خوراک رو پرراه آماده میکردم پدر و مادر و برادرانم رو دعوت مینمودم که آمده از شوربایی تیار کرده ام استعمال نمایند. مادرم خیلی و خیلی پسند می اومد. She like it and all She my liked all your dishes Yes. because البته که وی معقول میکرد شوربای شما رو چون که مادر است وی مادر شماست. بله وی ما را روح بلند میکرد و کوشش میکرد که در این ساحه من بیشتر رشد کنم. خوب موین خواهش میکنم بگویید که در عائله شما باز کی به این کسب سر و کار داشت؟ من در نظر دارم آشپزی را. برادری من برادری خوردیم. والدینتون چی؟ نه فقط برادرم به این سر و کار داشت. and I have two brothers working also in the kitchen. okay. Have you finished any? خب آیا شما یگان دانشگاه و یا دانشکده آشپزی رو ختم کرده اید؟ البته بله من دانشگاه آشپزی رو ختم کردم فقط در دیگر سمتش. In the kitchen, Okay. in the bar. Different sphere, yes. خیلی خوب. وقتی که شما به این کسب سر و کار گرفتید باری هم مشکلی صدی روی شما گردیده بود؟ باری هم به خودتون گفتید اوه خدایا این چی کسبی بود که من انتخاب کردم؟ این جوده برای من بسیار مشکل است و من نمیخواهم ادامه دهم فعالیت خود را. نه عموما نه برادرم چون که من کسبم را دوست می‌دارم و شخصانی که کسبشان را صدقاً دوست می‌دارند آنها هیچگاه این طرز نمیگویند، برعکس از آن حلاوت میبرند و موفق نیز میشوند زیرا آنها دوست می‌دارند کسبی که انتخابش کردند. یعنی شما در نظر دارید که اگر شخص کسب انتخاب کردهش را دوست دارد اون حتما که شوق‌آور می‌گردد و موفق نیز می‌شود. بله البته چنین است و اون هیچ وقت مشکل نخواهد. بله شما وقتی که به تاجیکستان آمده چی احساسی داشتید و چگونه اون را دریافتید؟ این کشور خیلی و خیلی زیباست. دوشنبه شهر همیشه سبز است. باد و هوا نیز در اینجا خیلی فراوان و راحت است. در یک روز 4 فصل را میتوان احساس کرد. کشور خیلی دوست داشتنی است. به من خیلی پسند آمد. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز اون نفرانی که نوکک به شبکه ما پیوستن با دیگر میگویم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو تماشا دارید و گفتن ممکن است که خب مهمان خونی تاجیکستان هست خونی خب لبنان گویم خطا نمیکنیم و قرار داریم در طرفخانه مروش و سرآشپز این طرفخانه خب جناب موین هانی حضور دارند و یک خوراک بسیار باللذت انیقترش خورش بسیار باللذت را آماده کرده ایستادند و برای این خورش کدام محصولات ها استفاده بردند خب پیش از همه محصولات اساسی این خورش هست باقلاجان، بعدن خب کبودی ها هستند، پامیدور، پیاز و کمکک Chestnut little. Chestnut. بله سیل پیاز خیلی خوب. Garlic. Very little, yes? Yes, Garlic, just very little. Okay. So و من پرسون میشم از این نفر که معنای نامی که در این خورش گذاشتن چی معنی دارد. Tell me please one more time, explain me what the meaning of the name of this salad. You told me a few minutes ago before beginning the program. Yes. This one. این چنین معنا دارد. خب وقتی که شما دختر رو انتخاب کرده اید و علاقه فاتی است با شما Here, not Engaged. here. Yeah. Okay. That one. What و the. این خانم چیزی که میخواهد چیزی که انتخاب میکند باید شما خواهش او را بجا بیارید. Okay. Okay. This one he prepared that. He prepared that one. Everything. و نام این خورش نیز همین معنا را دارد. بابا گنوش و یا رحیب. بابا Baga ganoush. That name is or rahib salad. حالا شما فهمیدید دوستان عزیز که بابا گنوش چی خب معنا داشته است نام این خورش و باوری کامل دارم که بسیار باللذت خواهد بود در برابر خوراک‌های ملی تاجیکی ما. قید کردی خوراک‌های ملی بسیار باللذت است. من سوال میکنم از موین که چگونه است. خب من در اینجا کمی روغن زیتون اضافه کردم و همچنین افشوره لیمو. Fresh lemon juice. Enough this one, and in the top, I can garnish with grenadine seed and. و بالای اون رو من با دانه انار آرام میدیم و باز کمی قیام انار. Two of them we can use this. هر دوی اون رو استفاده میبرید همین خیل؟ بله. It's for the test one. Already sold. بعدی علاوه کمی روغن زیتون و افشوره لیمو باید حتما ما خورش رو کمی آمیخته سازیم ولی دانه و قیام انار رو باشد ما از بالایش میریزیم و آمیخته نمیکنیم. خب من میخوام از شما درباره خونی تاجیکستان پرسان شوم. وقتی که شما به تاجیکستان اومدید و خوراک‌های ملی تاجیکی رو استعمال کردید، بله البته همچون یک آشپز، همچون یک نفر کسبی در این جبهه چی فکر دارید؟ بله اون چیزی که من حاضر میگویم بسیار جدی است و بیرون از شوخی است. من خوراک‌های ملی کشورهای گوناگون رو چشیدم ولی خوراک‌های تاجیکی مرا زود مفتون کردند. اینجا خوراک‌های سالم خیلی زیادند.
аксарият хӯрокҳои сергӯштро дӯст медоранд. Аз гӯштҳои гуногун ҳамчун ошпаз бояд бигӯям ки истифодаи аз меъёр зиёди гӯшт ба саломатии инсон зарари ҷиддӣ мерасонад. Барои ҳамин сабзавоти инҷоро ман чашидам ва метавонам бигӯям ки онҳо хеле хуштаъманд. сабзӣ, помидор, картошка аз ҷумла меваҷотро ҳамарӯза метавон инҷо тару тоза дастрас кард. Ман зуд ба бозор меравам ва аз ин зебоӣ хеле хушам меояд ва ба ман писанд аст. Метавонам бигӯям ки кишвари хеле табъидил аст. ба шумо писанд омад? Бале, ба ман писанд омад. Хеле хуб, ташаккур ба шумо. Бори дигар хушомадед мегӯем шуморо ва ҳар касе ки хӯриш ва хӯрокҳои шуморо мечашад албатта ҳаловат хоҳанд бурд. دوستان عزیز بار دیگر میگویم که اون نفرانی که میخوان از خوراک‌های خب آقای موین جنابی موین از خورش‌هایش استعمال نمایند چشند بهره برند مرحمت در طرفخانه ماروش برای هر یکی شما باز است و شما میتوانید در دلخواه وقتی خالیگیتون آمده از این خوراک‌های بسیار بالذات خورش‌های بسیار عالی خب چشید حلاوت برید و خب پورا معلومات خواهد داد انامین سرآشپز این طرفخانه برای شما. الکای خورش اول آماده شد بعد از چند لحظه پورا آماده میشد و قید باید کرد که ما گفتیم که امروز دو نوع خورش رو آماده میکنیم و بعداً یک خوراک دیگر همش رو یک جا مینشینیم در طرفخانه میچشیم با همراهی موین هانی. هانی یعنی خب در ترجمه انگلیسی اگر بگویم کمک ما شوخی کردیم در رفتی برنامه که هست اصل یعنی نسبش که اصل هست و میگوید خوراک‌های من نیز بسیار به مانند اصل شیرین است و بالذات است. Very good, very good. One more time, thank you for joining us. I think it's ready, yeah? The first salad is ready to decorate. Yes. Okay. دوستان عزیز بعد از چند لحظه برمیگردیم و در انامین ظرفی مخصوص میگیرد و با یک زیب و زینت مخصوص پیشنهاد میکنم برای همراه باشید. این برنامه خونه تاجیکستان است. از شبکه سفینه قرار داریم در طرفخانه ماروش با همراهی سرآشپز این طرفخانه آقای موین هانی. بعد از چند لحظه برمیگردیم. Welcome in the Ranoush restaurant. Thank you. دوستان عزیز و نفرانی که همکنون به شبکه سفینه پیوستن بار دیگر میگویم شما تماشا دارید برنامه خونه تاجیکستان رو و ما قرار داریم در طرفخانه ماروش سرآشپز این طرفخانه بسیار خورش بالذات رو آماده کرده ایستاده است. اکنون خب پروسسی زیب و زینتی این خورش است برای میزوجون وقتی که پیشنهاد میکنند. بله، اکنون من باید آن را آرو دهم. شما الکای با آرو دادن شروع کردید، الکای شروع کردید و شما درباره فعالیتتون در کشورهای گوناگون گفتید. میخواستم مفصل در این باره حرف میزدید. البته من قریب 20 یا زیاده از 18 سال انیق در دبی کار کردم. از این 12 سالش رو در میمانخانه جمیره بیچ گذراندم. میمانخانه جمیره بیچ یکی از پرنفوذترین میمانخانه‌های دبی همینطور؟ بله همینطور است. بعد برج العرب بهترین میمانخانه محسوب می‌یابد. برج العرب next to برج العرب but same company. Very good. اکنون میبینم که شما بلالی نو گذاشتید خورش رو و میپردازید به آرو دادن آن. میگویند که آرو دادن خوراک و یا خورش این یکی از جزوهای مهمترین و اساسی ترین به شمار میرود. همین خیلی است. بله به شبهه آرایش خورش و خوراک خیلی مهم است. به خصوص خورشی سرد زیرا آن رو از همه اول به میمون پیشکش میکنیم. Cold mazaf important decoration for the customer. اگر خوراک خیلی و خیلی بالذات است ولی آرایش خوب ندارد میمون الکی فکر میکند که اون شاید لذیذ نباشد یعنی شستی مهمان رو میگرداند. اما اگر آرایش خیلی خوب باشد او زود به خوردن شروع میکند. از این رو آرایش خیلی مهم است برای دلخواه خورش و خوراک. Without decoration it's the customer he stop little and he thinking. Yes. But when he find decoration he going to taste. This is important decoration for any plate. Good. You're welcome. Good. دوستان واقعا Welcome in the Marroush restaurant. دوستان عزیز میگوید که واقعا هم گرچند که خوراک یا خورش به درجه عالی بالذات باشد پیش از همه باید که یک نمای خوب استتیکی نمای ظاهریش بسیار دلکش باشد. وقتی که مزاج یا کن نفری که میآید به طرفخانه پیش از همه به نمای ظاهری همون خورش یا خوراک اهمیت جدی میدهد زیرا باید که آشپز خب انامین رو اهمیت دهد. این بسیار مهم است. وقتی که زیب و زینت خوب داده شده باشد یا خورش است یا خوراک الکای اشتیاق پیدا می شود و میخواد شخص که استعمال نماید الکای خورش ما آماده شده است ببینید که چگونه است و تمام انمون خب چی میگویند نقطه هایی که
باید که اهمیت دهد اهمیت میدهد سرآشپزی ما بار دیگر میگوید که خوش آمدید به طربخانه مروش برای استعمال و چشیدن خوراک‌های بسیار لذیذ عربی و لبنانی. بهترین سلامت باشید. من فکر میکنم که این خیلی بولذت است زیرا خیلی اشتها آور مینماید. بله این آرایش کلاسیکی است، خیلی ساده. خیلی خوب. بعد آماده شدن خورش دوم و خوراک اساسی ما در طربخانه مروش می‌نشینیم و می‌چشیم از این خورش و خوراک لذیذ. دوستان عزیز الکی خورش اولی جناب موین آماده شد و نامش را نیز گفت. راستی من کمک از خاطر برآوردم نامش را با زبان عربی و درباره همین معنای نامش نیز گفت که چی معنا دارد. شما الکی فهمیدید و شروع میکنیم با آماده کردن خورش دوم. این بود خورش خب یکم یعنی خورش خنک. آماده می شود خورش دوم و بعدا یک خوراک دیگر آماده می کند آقای موین. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. من باوری کاملی دارم که خب بعد از تماشای این برنامه شما دویده با همراه نزدیکان دوستان اهل عائله به طربخانه مروش می آید و می چشید از خوراک‌های بسیار لذیذی که امروز جناب موین آماده می کند همه روزه. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. دیگر شما دید با برنامه ما دوستان عزیز. من فکر میکنم که شما بی‌صبرانه انتظار بودید که کی اکنون شروع میکند جناب موین با خب خورش دوم. خورش دوم است امروز و میبینیم که کدام محصولات لازم میآید. Mr. Moin, what kind of products can we use in the جناب موین کدام نوعی محصولات رو استفاده می‌برید در خورش دوم یعنی خورش گرم؟ بله خورش دوم نام دارد بطاطا حاره. خورش‌های گرم نوع‌های خیلی زیاد دارند و امروز من از همه آسان و تیز تیارش را آماده خواهم کرد. You will prepare one of them. Okay. در طربخانه مروش ما نوع‌های گوناگون و زیادی خورش‌های گرم را آماده می‌کنیم. گفتم که نام دارد بطاطا حاره. The meaning of this. میگفتید که چی معنا دارد؟ تماشابینان میخوان معنای آن را فهمند. بله این خورش از کارتوشکا، گشنیش، سیرپیاز و زنجبیل عبارت است. یعنی این خورش کمی تیز است. کمی تیز است. بله کمی تیز می باشد. از همین لحاظ مهمانان آن را خیلی دوست می دارند. فکر میکنم پیش از استعمال خوراک اساسی آنها این رو میخورند همینطور؟ بله این الکی آماده شده است 50%. آماده نمودن بطاطا حاره خیلی آسان است و وقت خیلی کم را میگیرد. همچنین کودکان نیز این خورش را خیلی دوست میدارند فقط به استفاده تیزی. اکنون ما شروع میکنیم با پره آماده کردن آن. این 1 دقیقه رو در بر میگیرد. آها فرصت خیلی کم رو در بر میگیرد. خیلی خوب. دوستان عزیز اکنون شروع میکند گفتن که بسیار زود آماده می شود. جناب موین گفتن این خوراک و کودکان از این رو دوست میدارند فقط که برای کلانسالان ما استفاده میبریم همین تیزی رو و برای خردسالان استفاده نمیبریم. You can continue. شما میتوانید ادامه دهید. بله من الکی در توبه روغن زیتون رو تفساندم و 2 دندان سیرپیاز رو میده ریزه کرده انداختم. تقریبا 15-20 ثانیه تفت میدیم. بعدا گشنیش رو میاندازم. زود بعد اون کارتوشکای تیار رو میاندازم. وقتی خیلی کم رو میگرفته است همینطور؟ بله چنین است. خورش تیز تیار است و موافق تب و ذوق تیزی اضافه میکنیم. کمی قرنفل بلغاری، کمی نمک و در آخر کمی آمیخته میسازیم و افشوره لیمو کمی اضافه میسازیم. 15-20 ثانیه دیگر آمیخته میکنیم. اینش هم آماده شد و بلالی میگذاریم. اوکی دوستان عزیز الکی پره. من فکر میکنم که آماده شد و چون گفتن که همین معنای همین نامی همین خورش گرم رو اگر با زبانی ساده خودمون گیریم میگه که خب
کارتوشکای تز میگن. یعنی معنیش از کارتوشکای تیز همین خیلی؟ بله خیلی خوب. این در لبنان خیلی مشهور است این خورش. در دلخو طرفخانه لبنانی این خورش هست. از جمله در تاجیکستان نیز الکی این خیلی مشهور گردیده است. مهمانان وقتی که به طرفخانه ما آمدند از این خورش یعنی بطاطا حاره فرمایش میدهند. When you came here and they ordered, yes? Yes, that's Okay, very good. خیلی خوب. اکنون باید آرا دهیم؟ بله. چون در خورش اول گفتیم آرایش خورش و خوراک بسیار مهم می باشد. خب میخواستم درباره خوراک‌های تاجیکی از شما سوال کنم. کدام خوراک تاجیکی رو شما دوست داشتید؟ یعنی برایتون پسند آمد؟ What kind of Tajik dishes did you like? چند وقت است که شما در اینجایید؟ من قریب 2 ماه می شود که در تاجیکستانم. کدام نوعی خوراک ملی تاجیکی رو شما استعمال نمودید؟ Tajik dishes have you tasted? There's so many dish in Tajikistan. با من از همه زیاد آشی پلاو پسند آمد. من یک چند مرتبه استعمال نمودم. این خوراک خیلی بولذت بوده است. خیلی خوب. الکی آماده شد گفتیم. اینش میگویند به زبان انگلیسی spicy potato in Arabic is it بطاطا حرة. بطاطا حاره و به زبان تاجیکی کارتوشکای تز. Yes, exactly. Yeah, very good. Exactly So, الکی ما خورشی دویم رو نیز به آخر رساندیم دوستان عزیز و اساسش آغاز میکنیم به آماده کردن خوراکی که امروز خب تیار میکند آماده میکند جناب موین هانی. What kind of dishes? اکنون کدام نوع خوراک را شما آماده میکنید برای بیننده های ما؟ من خوراک با نام مندی را آماده کردنیم. Mandi. What's the meaning of mandi? Mandi if coming. این چگونه خوراک است؟ مندی این از یمن سرچشمه میگیرد. البته از گوشت برچه و برنج آماده می شود. از برنج زرد و سفید. برنج زرد و سفید؟ بله. And white rice mixing with lamb. اون رو با گوشت بره آمیخته میکنیم؟ نه آمیخته نمیکنیم. فهمم. باز در آن علاوه میکنیم افشوره پامیدور، پیاز و کمی تیزی. فهمم. عالی. من باوری دارم که این خیلی بولذت خواهد بود. بعد از چند لحظه برمیگردیم گفتیم که خوراک خورشی دوم نیز آماده شد و خوراک اساسی رو آماده میکنند و میگویند که این خوراک نیز بسیار زود آماده میشود. یعنی این چی معنا دارد؟ معنی اون رو دارد که اگر شما به طرفخانه مروش اوید خوراکی که شما خب فرمایش میدید یا خورش ها در دیگر طرفخانه ها دیگر جای ها اگر کمک وقت گیرد در اینجا سرآشپز در یک مدتی کوتاه آماده میکنید که خودتون در حیرت میمونید. اگر شما اینو باور ندارید مرحمت به طرفخانه مروش و آماده استعمال کنید. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. بینندگان گرامی خوش آمدید به برنامه ما و بار دیگر میگویم که ما قرار داریم در طرفخانه مروش و امروز آشپز این طرفخانه جناب موین هانی خوراکای بسیار لذیذ خورش‌های بسیار بامزه رو خب آماده کرده ایستاده است و مگس به ما انیقترش خلال میرساند. هیچ باکی نیست در همه جا هستند و چی باید گفت؟ امروز گفتیم که 2 خورش آماده کردن الکی خوراک اساسی رو آماده میکنن و بسیار یک بوی لذیذ دارد. باور کنید دوستان عزیز اگر شما در اینجا باشید احساس میکنید چقدر بوی لذیذ دارد و خب شروع میکنیم. مثل موین. خب جناب موین این چی است؟ خواهش میکنم برای بیننده ها فهمونید. بار دیگر خوش آمدید به طرفخانه مروش. تشکر. این مندی می باشد. مندی لحم با زبان عربی بسیار خوراکی مشهور است. در کشورهای اهل عرب؟ بله در کشورهای عربی و بیرون از آنها. خب و این رو من در تفتان آماده کردم. در قبط یکم برنج رو میگذاریم و در قبط دوم گوشت رو. یعنی open this one after to put lamb after rice and lamb. Oh my and God. This is we need too much time. How many? چند دقیقه باید ایستند؟ تخمینا میتونید گفته قریب 40 دقیقه یا 2 ساعت. 2 ساعت. بله چون که آن را باید در حرارت پست پخت. حرارت پست؟ بله پست. بله خیلی پست. خب اکنون من اونها رو پیشکی آماده کردم برای وقت رو زیاد نگرفتن. الکی شما آماده کردید؟ بله خیلی خوب. شما با من گفتید که چی نامش بود؟ What? One more time? Rice, yes. No, the name.
مندی مندی لم مندی. دوستان عزیز، چون که گفتن لم مندی نام دارد، این خوراک بسیار مشهور است در کشورهای اهل عرب و من فکر میکنم که وقتی که شما نیز چشیدید بسیار خوب مشهور خواهد شد در تاجیکستان و دوستداران این نوع خوراک نیز زیاد می شود اگر شما به طربخانه ماروش بیایید و چشید از این خوراکی با لذت. ادامه میدیم. بله ادامه میدیم. اول وقتی که برنج را آماده میکنیم از شیره گوشت که هنگام پختن جدا می شود استفاده میبریم. البته اینجا دو نوع برنج است همین خیل؟ بله. خب گفتیم از آب اون در برنج استفاده میبریم. خیلی بولذت میگرداند برنج را. With this water from the Oh lamb. my God. Because this is they have fat. This is Yes. not easy. This one heavy. To but have it's it, yeah. delicious, really. Very You will delicious. try it now. Okay. So tell me about انا این است آبش ها؟ بله انا همین است آبی گوشتی برچه. در این خاکه‌های زیادی خوشبوی کننده اضافه میکنیم. البته این بسیار مهم می باشد. انا همین خیل خاکه‌های خوشبوی کننده که من نمبر کردم. This is important to put together. Okay. Cardamom, onion, carrot, and cinnamon. This is important. all of it? Very good. Flavors very good. So I think that viewers just Yes. این گوشت رو ببینید چگونه ملایم و دلکش پخته شده است. آن را ما قریب 2 ساعت پختیم. 1.5 hour. 1.5 hour. Only boil this or not? No, it's a grill. Grill, yeah. Grill. Okay. Okay. Oh my God, it's very. It looks very delicious. خدایا چقدر اشتیاور می نماید. البته که باید با استخوان‌هایش باشد. آها فهمم. شما می توانید اینجا مویز رو استفاده برید موافق طبع و ذوق و کبودی. We call this Not too much. maviz. This one to marinate, but little. Little, The yes. customer he like the lamb and rice more than this. You have told me that you're just 2 months here, yes? Yeah. شما گفتید که قریب 2 ماه است که در تاجیکستان هستید. همین طور؟ بله. می‌خواستم بگویید که یگان کلمه تاجیکی را آموختید. بله من کوشش میکنم که زبان تاجیکی را هرچه زودتر و خوبتر آموزم زیرا این کشور را خیلی دوست داشتم. City, it's different now. Okay. This is like shkheli. Shkheli. It's very good. Good, very good. Exactly. This sauce, it's coming. Also like Mixed tomato, yeah? this one. Yes. Special. خب اکنون افشورهای پمیدور رو با پیاز و کمی تیزی هنگام استعمال مندی استفاده میبریم. Chili, just some salt. It's so spicy. Some salt and some olive oil together. Good. It's also. We can use here, just listen the flies. خیلی عالی. بینید که مگس میخواد این رو پیش از ما چشد. خیلی خوب اکنون تمام. همچنین از شیره و آبی گوشت اینجا اضافه میکنیم موافق طبع و ذوق هر یک مهمان. We can make like that. Yeah. Okay. And آها اکنون تیار شد. خوش آمدید به طربخانه ماروش. خیلی خوب. دوستان عزیز بار دیگر میگویم که الکی آماده شد خوراک اساسی ما که آماده کردن جناب موین هانی و بسیار اشتیاور است و از همینجا همین بویش میزند بر مشام بسیار من میخوام زودتر هرچی زودتر چشم و بگویم از همین مزه همین خوراکی چگونه مزه و چگونه لذت دارد. بعد از چند لحظه برمیگردیم و گفتیم که الکی خوراک آماده شد بعد از چند لحظه برمیگردیم و می‌نشینیم با جناب موین استعمال میکنیم میچشیم از این خورش و خوراک و میگوییم که چگونه لذت چگونه مزه دارد. ما رو همراه باشید. این برنامه خونه تاجیکستان است از شبکه سفینه. گفتیم که قرار داریم در طربخانه ماروش که خوراکای لذیذی عربی رو لبنانی رو آماده میکنند. ما رو همراه باشید. دوستان عزیز بالاخره نشستیم در طربخانه ماروش گفتیم و میچشیم با سرآشپز این طربخانه جناب موین هانی خورش و خوراکی که امروز آماده کردند. شما آماده جناب؟ بله من آماده‌ام. بار دیگر خوش آمدید. مرحمت چشید. خب یک جویا میچشیم. با آن همین نان میچشیم همینطور؟ بله این نان عربی میباشد. چی نام دارد؟ نامش حبیز است. این خورش ها را با این نان گرم باید که استعمال نمایی. خب با این نان خیلی با لذت خواهد بود.
خیلی خوب مرحمت شروع کنید. دوستان عزیز شروع میکنیم با همین نان‌های مخصوص عربی است که در اینجا خودشون آماده میکنن و حتما که این خورش ها رو با همین نان استعمال کرد. اوکی؟ از From which کدام one we شروع can? کنیم؟ شما میتوانید از دلخو خورشی سرد شروع نمایید. 3 نوع خورشی سرد است. خوب میرویم. مرحمت با من چشید. این خیلی ها؟ بله. Please, with me you have to taste it like this, yes? Okay. میچشیم از خورشی که خورشی یکم آماده کردند جناب معین. چگونه است؟ It's amazing. خیلی لذیذ است. Not too much. وزنی نیست ها؟ بله خیلی سبک و خوشخور می باشد. بله از سبزوات است. What? واقعا دوستان عزیز گفتیم که محصولات اساسی این خورش هست همین باقلاجان گفتیم به طور مخصوص آماده شده است و باور کنید با همین کبودی ها و همین دانه انار یک طعمی به خود خاص را میدهد که واقعا هم شخص خود را در کشورهای عربی احساس میکنه. وقتی که من این را چشیدم خود را در کشورهای عربی احساس کردم. بله چون این است این خورش به شما خیلی و خیلی پسند میآید. وقتی که من در کشور قطر بودم از این نوع استعمال کرده بودم خیلی لذیذ است. اکنون خورشی دوم. You can taste. الکی از خورش یکم چشیدیم بسیار بلذت است و میچشیم از دویمش. Also this one. From this one, okay. Hummus. Hummus, begin. Yes. از حموس میچشیم دوستان عزیز. With olive با oil. روغن زیتون مرحمت. اینها از جهت مزه از همدیگر با کلی فرق دارند. The garnish one. Different flavor. بله البته فرق میکنند. کلا تفاوت دارند از همدیگر. Very good. واقعا هم دوستان عزیز لذتی به خود خاص دارد. خورش دومی سرد نیست با کلی فرق میکند لذتش از این خورش و از خورش سوم ما شروع میکنیم انیقترش دوام میدیم با همراهی معین قرار داریم گفتیم در طرفخانه مروش. بله Third one. سیومش این است متبل نام دارد. متبل بله خیلی خوب. اکنون میتوانیم چشیم همینطور اینجا میگذاریم. شروع میکنیم دوستان با دقت باشید. ماست با همین نان باید که استعمال کرد و It تفاوت رو احساس میکنید؟ بی شبهه. every three of them هر سه این خورش ها خیلی بلذتند و با همدیگر مانند نیستند. هر یکشون به طور خاص لذت دارند. بله اینها بودند خورش های سرد. خب خورش هایی که ما تو این دم چشیدیم خورش های سرد بودند. بله خورش های سرد بودند. اکنون این خورشی گرم می باشد. این به شما خیلی پسند خواهد آمد و این رو اکثریت پیش از خوراک اساسی فرمایش میدهند و آن رو باید زودک از آشخانه راست به نزد مهمان آورد. from the coconut direct to the customer. Okay. He eat hot. Yes. And already inside hot. Also. spice very good. You So can see the. I can من میتوانم آن را با شاخینچه با قاشق استفاده برم. فرقش نیست ها؟ بله چه خیلی که میخواهید. مرحمت شروع کنید. دوستان عزیز شروع میکنیم از خورش گفتیم که گرم خورش سیوم. چون که در اینجا معین گفتن که زود وقتی آماده می شود زود باید که به نزد مزاج آورد در همین با گرمیش که مزه به خود خاص را دارد. چی خیلی است؟ بهترین عالی کارتوشکا بسیار نازک پخته شده است. آن البته با روغن زیتون بیرون شده است با سیرپیوز. همه این خورش‌ها البته با روغن زیتون آماده شدند. همین طور است؟ بله اینش هم وایش هم انا سیومش هم. خیلی خوب و اکنون ما میتوانیم اینجا خوراک اساسی را چشیم. اکنون دوستان عزیز گفتیم که ماندی نام دارد همین خوراکی که آماده کرد خوراک اساسی و نمای خیلی زیبا دارد چون معین گفتن که پیش از اونی که پیشنهاد کنیم با همین میزوج باید که خوراک بسیار خوب زیبا زینت داده شده باشد. Can begin? Welcome. Okay.
میچشیم و میگوییم که چگونه مزه دارد. گفتیم که دو نوعی خب برنج است در اینجا علاوه کردند از بالایشون مویز و بعداً گوشت به طور مخصوص در دوام 1.5 ساعت باید پزد و انمون آب همین گوشت رو باز استفاده میبرند. بله مرحمت. بینید که بعد 2 ساعتی در تفتون بودن گوشت چگونه ملایم است و برای جدا کردن خیلی آسان است. خیلی آسان است. البته خب فکر میکنم که وقتی چشیدنش اومد. همین طور شروع میکنیم از استعمال مندی. گفتیم که برنج است گوشت و به طور مخصوص فقط میپزد این رو آماده میکند در طرفخانه ماروش جناب موین. اوکی مرحمت. چی گفتن میخواستید شما همچنین میتوانید این رو استفاده برید. آها مایلش It is special. چون برنج رو گفتیم که در اکثر خوراک ما استفاده میبریم و در اینجا به طور مخصوص پخته شده است که بسیار ملایم، بسیار زیبا و اشتیاور آماده شده است. باور کنید دوستان عزیز، اگر شما خواهید که از این خوراک استعمال نمایید، حلاوت ببرید، مرحمت به طرفخانه ماروش که در اینجا بسیار خوراک‌های لذیذ عربی آماده می شود. Very good. خیلی عالی. تشکر زیاد به شما جناب موین برای این خوراک. خوش آمدید. تشکر زیاد برای این خورش ها. هر یکی آنها بی‌نظیرند، طعمی مخصوص دارند و خیلی لذیذند. من فکر میکنم که هر روز وقتی که مهمانان میزاجان به طرفخانه ماروش میآیند از این خورش و خوراک ها بهره میبرند و خیلی خوشحال نیز میشوند. البته بی‌شبهه. Program. What do you want to say also to our viewers? خب در آخر برنامه چی گفتنی دارید؟ به تماشابینان تلویزیونی سفینه و به میزاجانتون تشکر برای تشریفتون به طرفخانه ماروش. تشکر. Yes. من باوری دارم که باز شما رو میبینم. همچنین به تلویزیونی سفینه پیشروی و موفقیت را آرزومندم و بار دیگر سپاس برای تشریفتون. سپاس و تشکر به شما. سلامت باشید شما. دوستان عزیز، ما گفتیم که خوراک‌های بسیار لذیذ و خورش‌ها رو استعمال کردیم، آماده کردند سرآشپز طرفخانه ماروش و شما میتوانید همه روزه آماده در اینجا خوراک‌های بسیار لذیذ رو استعمال نمایید و من باوری کامل دارم که هر یک شما در برابر استعمال خوراک‌های ملی تاجیکی میتوانید که دیگر خوراک‌های دیگر کشورها نیز استعمال نمایید. اینجا باشد برنامه ما با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سلامت بمانید و حتما از خوراک‌های ملی تاجیکی استعمال نمایید اولش و بعدا از خوراک‌های کشورهای گوناگون برای بای کردنی انمین چی میگویند روی خط خوراک‌هایی که شما استعمال میکنید. تا دیدار نوبتی سلامت باشید. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you very much.